فقه میسر، فقه آسان بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. با الحمدلله رب العالمین، با سپاس و ستایش که او سبحانه و تعالی شایسته سپاس و ستایش است و از درگاه الله سبحانه و تعالی کمک و یاری و آمرزش میطلبیم و به سوی او سبحانه و تعالی توبه میکنیم از بدیهای نفسهایمان و از کارهای ناشایسته امان و به درستی که هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند هیچ گمراه کننده ای نیست که او را گمراه بسازد و هر کسی که راه گمراهی را انتخاب نماید هیچ یاری دهنده ای ندارد. و میگویم که ای پروردگار، ما هیچ دانش نداریم جز آنچه که تو بر ما تعلیم میدی، تو بر ما آموخته ای. ای الله، ما را علم سودمند بیاموز و علم ما را بیشتر بگردان. اما بعد، درس امروزه ما با همراهی شمایان از این کتاب مبارک، از کتاب فقه میسر، فقه آسان بیان، در قسمت سوم این زکات است. کتاب زکات. ثالثا کتاب الزکات میگوید. باب سوم در بیان کتاب زکات. و یشتمل علی 6 ابواب. و کتاب زکات دارای 6 باب است، عبارت از 6 باب است. الباب الاول، باب اول، فی مقدمات الزکات و فیه مسائل. باب اول درباره مقدمه های زکات که در آن مسئله های است. در باب زکات مسئله های است. المسئله الاولى، مسئله اول، فی تعریف الزکات. مسئله اول در بیان تعریف الزکات. زکات چی است؟ الزکات فی اللغه، زکات در لغت به معنای افزایش و زیاده شوی می آید. به معنای افزایش و زیاده شوی می آید. میگویند زرع رشد کرد، یعنی زیاده شد، بیشتر شد. و در اصطلاح شریعت باشد زکات عبارت عن الحق یجب فی المال الذی بلغ نصابا. و در اصطلاح زکات حق است که از مالی که یک مقداری معین نصاب رسیده است، مالی که به مقداری معین به نصاب رسیده است، با شرایط مخصوص برگردانده می شود، برآورده می شود و با گروه های مخصوص، با شخصیت ها و گروه های مخصوص این زکات مال داده می شود. و زکات پاک کننده شخص و پاک سازنده نفس است، چنان که الله سبحانه و تعالی می فرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. و از اموال آنها صدقه بگیر، از مالهای آنها صدقه بگیر تا آنها را با واسطه آن صدقه که میگیری پاک گردانی و تربیت نمایی. سوره توبه آیه 103. این چنین زکات باعث محبت و اتفاق بین مسلمانان میگردد. زکات باعث محبت بین مردم، بین فقیران و بزرگمندان و اتحاد بین ملت و مسلمان ها میگردد. نوبسته از ملت که مسلمان باشند بین آنها اتفاق و همپارچه‌ای میشود. المسأله الثانیه، مسئله دوم، حکم الزکات و دلیل ذلك. حکم الزکات و دلیل های آن. زکات یک فرض، یک رکن از ارکان اسلام است و آن بعد از نماز مهمترین رکن است. بعد از نماز مهمترین رکن از ارکان اسلام است، چگونه که الله میفرماید و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. نماز را برپای دارید و زکات را ادا نمایید. سوره بقره آیه 43. و الله میفرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. و از اموال آنها صدقه بگیر تا آنها را به آن پاک گردانی. سوره توبه آیه 3. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند بنی الاسلام علی 5. اسلام بر 5 چیز بنا شده است. پایه اسلام 5 چیز است. شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. اولین پایه اسلام، محکمترین و مستحکمترین، این شهادت به لا اله الا الله است و محمد رسول الله. این اساس اسلام است. و برپا داشتن نماز سپس بدون اینکه اسلام نیست. و دادن زکات و حج خانه الله اگر توانایی آن را داشته باشد و روزه ماه شریف رمضان داشتن. این حدیث رو بخاری و مسلم روایت کرده هستند. و همچنین در وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم به معاذ بن جبل رضی الله عنه وقتی که او را به سوی یمن فرستانید و فرمود ادعوهم الی شهادت ان لا اله الا الله. آن مردم را بر شهادت به لا اله الا الله دعوت نما و اینی رسول الله، و این که من رسولی بر حق الله هستم. فانهم اطاعوک لذلك. اگر آنها در این دو شهادت اگر تو را پیروی کردن، پذیرفتن و قبول کردن، فاعلمهم، پس بر آنها بیاموز، تعلیم بده، ان الله افترض علیهم 5 صلوات فی کل یوم و لیله. این که الله سبحانه و تعالی در یک شب و روز برای آنها 5 وقت نماز را فرض قرار داد.
فانهم اطاعوك لذلك، اگر آنها در این است رو پیروی کردن، اتفاقی کردن، فاعلیهم ان الله افترض علیهم صدقه فی اموالهم، پس بر آنها بیامرز، تعلیم بده که الله صدقه را از مال آنها جدا کرده است. تؤخذ من اغنیائهم، که از این صدقه مال، این زکات مال از ثروتمندان گرفته می شود، و ترد علی فقرائهم، و بر فقیران آن محل، آن شهر و دیه داده می شود. روایت بخاری و مسلم. پس امت اسلامی در تمام زمانها بر فرض بودن زکات اتفاق نظر دارند و صحابگان کرام بر ضد آن کسانی که زکات مال را رد کردن و پرداخت نکردن جنگیدند رضی الله عنهم. همین طور فرض بودن زکات با قرآن، دلیلی که بیان کردیم از قرآن و از سنت که بیان کردیم و اجماع، یعنی اتفاق صحابگان و علماها ثابت است. بارک الله فیکم.